عزیزان دل سلام، امیدوارم در هر گوشه دنیا که هستین خوب و شاد و کامکار باشین. عزیزای دل آیام محرم است و ما امید دارم و آرزو دارم که هر کسی که نظر منه و نظر میده انشالله که نظرش به درگاه حق قبول باشه. و بر علاوه از این دوستای عزیز، امروز من میخوایم همراهشم یک دونه داستان را تعریف کنم، قصه کنم که وقتی که من داستان خودم شنیدم و دیدم واقعا برام خیلی غم انگیز تمام شد و باعث شد که ما خیلی چیزا رو یاد بگیرم و ما همراه شما قصه نام گوش کنیم که شما برداشت شما از داستان چیه و نظرات خود میتونید که در کامنت برای از من شریک کنید. دوستای عزیز، چند روز قبل 2 یا 3 روز قبل یک داستان دیدم که یک مادر بود. مادری بود که امروی بعضی های دیگه قصه میکرد و ما قصه زوره گوش کردم. خب دقیق ما گفت که ما چند شب قبل زمانی که معاینات ما آماده که نیم سرطان داشتم، تازه که خبر شدم سرطان دارم، اصلا چیزی برایم تغییر نکرد. خیلی دلیرانه با خانواده گفتم عزیزا شما برین بخوابین، به شوهر خوب، به فرزندای خوب. دنیای تکنولوژی شده، پیشرفته شده، تبابت زیاد شده. خب کدام مشکل خاص نیه، حل میشه. آره گفته که برین استراحت کن و اونا هم رفتن طرف استراحت کده و گفت خودم تصمیم گرفتم که تلویزیون تماشا کنم. در این حالی که من تلویزیون تماشا کردم گروه همه خاموش بود. وقتی که گفت یک دفعه متوجه شدم که من از تلویزیون هیچی نمیفهمم، یعنی موقعی که ذهنش درگیر بوده، ناخودآگاه ذهنش درگیر بوده، کدام چیز رو متوجه نشدم. بعد از این گفتم خب بحث تلویزیون سعی کردن، تلویزیون خاموش کردم. وقتی که تلویزیون خاموش کردم گفت همه جا تاریک شد. همه جا تاریک شد و همون لحظه بود که مرگ از جلوی چشمای من یک دفعه رد شد، تر شد. متوجه شدم که واقعا چقدر سخته آدم امی حالت یا وضعیت را مثلا امتحان کنه یا بلدش پیش باید رخ بده. گفت دقیق اما لحظه چیزی به یادم آمد که چند روز قبلش پیش از که برو معاینات خوب بگیرم، دخترم آمد کنارم گفت که مادر موشه که مادر دختری همراه دیگه یک لحظه صحبت کنیم. گفت ما اون موقع کتاب میخواندم و یک چیزایی مینوشتم. گفت ببلا که یاد من نیسته که ما کدام کتاب رو میخواندم و چی مینوشتم، اما خوب یاد من که من مادر دختر را اونم امروز من ازش گرفتم. یعنی اون دختر امروز مادر نداشت مثلا. و گفته که بدترین لحظه زندگی من اون موقع بود که یاد من بود که من اون شب یا اون روزی که من دختر خود جواب را دادم، یعنی ما مادری را گرفتم. دوست عزیز میخوایم میره بگیم که اون مادری که مثلا در اونجا ای داستان قصه کرد دردآورترین حالت یا وضعیت اینجا نبود که ما سرطان دارم ما ممرم، نه. بدترین وضعیت ای بود که ما تا که زنده بودم ارزش از اونا را نفهمیدم، یا که فهمیدم کم فهمیدم. ما میخوایم ای را بگیم بلدشون دوستان عزیز، تا که عزیزان چون زنده یا خانواده دوست آشنا کنارشون زنده قدرش را بفهمید و تا شما زنده لطفا قدر همدیگر بفهمید، چون او کسی که ممره تنها بازماندگانش بلدیز و غصه نمخوره، دیقشی نموشه، اذیت نمیشه، بلکه او یک ممره زمانی که زیر خواب میشه چشمانش پر از اشک ممنه، دلش پشت سرش ممنه که خدای نخواسته چه اتفاق بعد از من برای خانواده خواهد افتاد. پدران و مادران بیشتر نگران من که رفتم آیا کسی هست که به اندازه از من متوجه فرزندم یا همسرم یا خانواده‌ام باشه؟ اونا اذیت میشن. پس ما میخوایم بگیم که لطفاً تا که عزیزانشون زنده و در کنارش و یا تا که شما زنده این و در کنار خانواده و عزیزان هستین، مهربانی و خوبی را از دیگر خود دریغ نکن. بارها تاکید کردم که لطفاً با هم دیگر مهربان باشین تا که
وقتی از اونا دور هستین حسرت چیزی در دلشون نمونه. رایگانه، محبت و مهربانی رایگانه، هزینه برایش پرداخت ننین. پس چه کارو کنین؟ باید قدر همدیگر رو تا که زنده بفهم. یگانه شعر است که میگه زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگی مزارش آب پاشیدن چیست. شعر کم بیشتبایی خواندم به نظر من، اما دقیق میگه با عزیزان چون وقتی در کنارش میاردش بفهمه. اما در کلانم فوت کرد. پیش از اینکه فوت کنه بازم خیلی دردناک است. خدا جنت نصیبش کنه انشالله. 1 سال قبل من از مادر کلان خود دور بودم، یعنی از آجی خود خلاصه چند وقت بود که دور بودم. بارها برایم زنگ میزد که در خانه زنگ میزد همراه مهناز میخوایم گپ بزنم و چون واقعا ولی من خیلی سخت بود همراه مادر کلان خود گپ دیم، چون هر بار که من همراه زو گپ میزدم خلاصه خود کنترل نمیتونستم، گریم کردم و باعث شدم که مادر کلان من دیقش نه. پس ما هیچ گپ نزدم، بارها تلاش کرد، اما بعد از چندین بار وقتی که من تصمیم گرفتم همراهش گپ دیم، اون روز دقیق برای از زنگ من خیلی دیر شد. از آن دل چه رقم بگم که مادر کلان من دیگه مثلا اون واقع فوت کرده بود که ما خبر شدم. بر ما زنگ زد که مادر کلانشون فوت کرده. من خیلی پشیمون شدم، گفتم کاش که ما مثلا میتونستم که همراه مادر کلان خود دوباره صحبت کنم و چیزی که در دل از او بود شنیدن صدا از من بود. اما متاسفانه چون نمیخواستم ناراحت شنم و یا خود من ناراحت شنم همراهش گپ نمیزدم واقعا. برای همین میخوایم بگیم عزیزا زمان زود میگذره، زمان خیلی زود میگذره، آدم ها خیلی زود پیر میشه، موره و یا حتی جوان موره. پس کوشش کن و باید ما کوشش کنیم که قدر یکدیگر خود را بفهمیم، حسرت چیز را در دل یکدیگر خود نمانی و او کمتر از محبت یا بیشتر از محبت چیزی در دنیا دیگه وجود نداره که ما تقدیم یکدیگر کنیم. مهربانی، محبت. بعد آخرم میگم دوست عزیز در کنار همدیگر خوش و خرم باشین، یادی از همدیگر کنین، حتی اگر دقیقم نمیشین برای عزیزان خود زنگ بزنین، در تماس شین و همراهشی به محبت رفتار کنین. عزیزان همیشه شاد و کامگار باشین. دیگه چیزی برای گفتن ندارم، اما از داستان آموزنده و داستان زندگی که از یک نفر دیگه بود برایشون گفتم. واقعا من خیلی چیزا رو یاد گرفتم. امیدوارم که شما هم با شنیدن از این داستان بیشتر به همدیگر توجه کنین، بیشتر قدر همدیگر رو بدانین. دوستا آره همین.